سلام رفقا، حالتون چطوره؟ در خدمتتون هستیم با یه آموزش دیگه. تو این آموزش قصد داریم بهتون یاد بدیم که چطوری یه محیط مجازی یا virtual environment بسازیم واسه پروژه هایی که میسازیم. قبل از هر چیزی یه پوشه درست کنین و تو اون پوشه کاراتون رو انجام بدین. من اینجا یه پوشه آزاد سنتر درست کردم و اوپن فولدر زدم. بعد مادم داخلش. واسه ساخت محیط مجازی دو تا راه داره که هر دو تا راهش رو بهتون یاد بدم. راه اول از طریق ترمیناله، خیلی سریعتر. اول از سربرگ ترمینال یه نیو ترمینال باز میکنیم. بعدا اینجا این دستوری که میگم و مینویسیم. میگیم که پایتون -m -v و پارامتر سوم نام دلخواهتون، هر چیزی که دوست داشتین. معمولا همون VNV میزنن. اینتر رو میزنین و چند دقیقه صبر میکنین تا تموم بشه و بسازه براتون. خب الان میبینید که ساخته شد. پوشه درست کرده و یه سری محتویات توش. خب قدم بعدی اینه که این محیط مجازی که ساختیم فعالش کنیم با دستوری که میگم. میری تو همین پوشه‌ای که ساختی، میگیم VNV، بعد اسکریپت، تب که بزنید خودش پر میکنه و اکتیویت. اینتر رو که بزنید اینجا اگر این VNV سبز براتون نمایش بده یعنی به درستی فعال شده و حالا میتونید کاراتون رو انجام بدید. خب این روش اول بود. حالا اینو پاکش میکنم که روش دوم بهتون یاد بدم. روش دوم از طریق سربرگ ویوه. اینجا میام از سربرگ ویو کامند پالت، اینجا create environment رو سرچ میکنیم. من چون قبلا سرچ کردم توی هیستوریش هست، ولی شما اگه خواستین create environment اینو بنویسین براتون میاد. اینو که انتخاب کنید میگه when یا کاندا، از کدومش میخوای استفاده کنیم. ما همون when رو انتخاب کنیم. بعد میگه که نسخه پایتونی که میخوای باهاش محیط مجازی بسازی رو بهم بگو. من نسخه 3.13 آخرین نسخه که نصب کردم اون انتخاب کنم. بازم اینجا چند دقیقه صبر میکنیم تا برامون بساز. یکم طول میکشه فقط. پیپ هم داره آب بیارید بکن. اوکی تموم شد. میبینید که بازم به همون صورت برامون اومده. فعال سازیش هم بازم به همون منواله. ترمینال رو باز میکنیم و اسم پوشم رو اینجا مینویسم .vnv. دات که بزنم، تب رو بزنم خودش برام پر میکنه. بعد میگم خامر پوشه اسکریپت، اس رو بزنم، تب رو بزنم خودش برام پر میکنه. بعدش اکتیویت، همونطوری اکتیویت که بزنم وقتی اینجا سبز شد یعنی به درستی فعال شد. امیدوارم از این آموزش لذت ببرده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.